سر و صدای انقلاب بخوابد. اما نوفلاشاتو مرکز خبر جهان شد. صبح امروز تعداد زیادی خبرنگار از سراسر عالم به اینجا آمده و در صدد کسب خبر هستند. بسیاری از آنها اجازه یافتند با آقا مشرف شوند. چهلم شهدای 17 شهریور روز 24 مهر باز هم کشتارها در سراسر کشور تکرار شد. آبان ماه تقریبا تمام کشور تعطیل شده بود. 5000 کارمند بانک، 30,000 کارگر نفت و 100,000 کارمند دیگر دولت اعتصاب کرده بودند. روز 13 آبان وقتی دانشجویان متحسن دانشگاه مورد هجوم ارتش قرار گرفتند، همان شب کارمندان تلویزیون ملی وقایع آن روز دانشگاه را روی آنتن پخش کردند. تهران منفجر شد. من از فضای دودآلود و همچنین غم‌آلود دانشگاه تهران با شما صحبت میکنم. صبح امروز هم مانند روزهای گذشته گروه‌های زیادی از دانشجویان و دانش آموزان در محوطه زمین چمن فوتبال دانشگاه تهران دست به تظاهرات است و در اینجا تعدادی هم به سخنرانی مشغول شدند. ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد. و دکتر عبدالله شیبانی رئیس دانشگاه تهران که تا به امروز یعنی تا روز 13 آبان ماه توانسته بود با شهامت و شجاعت خود جان دانشجویان و دانش آموزانی را که در محیط دانشگاه هستند حفظ کنند، امروز بعد از این ماجرا به قدری غمگین و به قدری متأثر و ناراحت بود که حتی نمیتونست با ما صحبت کنه. این برنامه با همکاری پرویز نبوی، نعمت الله صدفیان و محسن صنعتی تهیه شد. روز بعد 14 آبان ماه مردم به خیابان ریختند. تهران در آتش خشم مردم میسوخت. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی به ملاقات امام در پاریس رفت و بعد از ملاقات بیانیه 3 ماده‌ای صادر کرد. بیانیه علنا میگفت که جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد. محمد رضا از دولت شریف امامی ناامید شد. اعلامیه سنجابی هم ناراحتش کرده بود. همان روز دولت شریف امامی بعد از 3 ماه سقوط کرد و ارتش بود اظهاری مأمور تشکیل کابینه نظامی شد. شریف امامی در 19 بهمن 1357 همراه با دارایی‌هایی که جمع کرده بود از کشور خارج شد. من حاضرم تا پای جان فداکاری کنم. من پوست و گوشت و استخوانم از این کشور است. من در این مملکت به دنیا آمدم، برای این مملکت و در این مملکت نمیرم. هر وقت حاضر شدید. محمد رضا برای صبح روز بعد 15 آبان سخنرانی مهمی آماده کرده بود. اعترافنامه‌ای که سرنوشت حکومتش را پیشاپیش تعیین کرد. در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می‌شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. در حین نطق نگاه و طرز سخنش همه نگرانی و اضطراب بود. معلوم بود کار از دستش در رفته و روزهای آخر ناگهانی از راه رسیده است. از روحانیت هم کمک خواست.
این دست کمک دراز کردن به سوی روحانیت با لحنی لرزان و چشمانی وحشت زده آخرین تصویر اقتدارش را هم شکست. من در اینجا از آیات اعظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمایی‌های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشند. در خرداد 1342 به نظرش این قشر نمایندگان ارتجاع سیاه بودند و علنا آنان را شپش‌های افسرده و مارهای غوطه‌ور در کثافت می‌نامید. به مدرسه فیضیه حمله کرده بود و یک رهبر دینی را به تبعید فرستاده بود. بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. این سخنرانیش را برخلاف سخنرانی دیگر با دعا به درگاه الهی و عبارت انشاءالله تعالی تمام کرد و همواره مؤید و حافظ ملک و ملت ایران باشد انشاءالله تعالی. بعد از سخنرانی محمد رضا گوشی تلفن را برداشت و با علی امینی از نخست وزیران گذشته صحبت کرد. خانم معذرت می‌خوام. جناب امینی سلام پرسین گوشو خواهش می‌کنم الو ترجمه روز بخیر. قربان شما. بهتون اطلاع بدم که ما بالاخره بعد از اون جریانات دیروز و اون اعلامیه‌هایی که اون حضرات دادن در خارج و یأس از تشکیل حکومت ائتلافی که تازه اصلا از اول هم شد بی خود ما امید بسته بودیم به و استعفای دولت ناچار شدیم این اقدام بکنیم برای برقراری نظم. نظام دولت موقتی تشکیل دادیم. خوب بوده، خیلی خوب گوش بدید. بله. ضمن آمده با بازیکن که صحبت کردن معلوم شد که یه مقدار از این اعلامیه آقای سنجابی اینا صحیح نبوده قربونا. یعنی ملاقاتی دو نفری نکردن، یه مقدار جنبه تبلیغاتی داره. فایدهش چیه؟ خب برای ما خب بیخود ولی در هر حال معلوم شد که اونطور نیست. ایشون عنوان میکنن که برای توافق کردن اینطور نیست. اونم گفته که با سلطنت همکاری نخواهد کرد. بله ولی به طوری متناقض بود اون ترتیبات که دیگه که شنیده بودن اپریسان بسیار بدی درشون گذاشته بود. فایدهش چیه؟ بیخود بله تبلیغات با یه همچین دولتی که ما نمیتونستیم نظم برقرار بکنیم. نه خیر. آیا اون دولت میومد دستور بده که هر کسی هر سکون خورد بگیریم بزنی نمیگفت و چاره غیر از این نیست. بله. این مطمئن باشید. بله متاسفانه بله. شنیدم که خیلی تاثیر خوب کرد. اونایی که شنیدن میگفت. نه خیلی شاید هم هست. حتما مؤثره. بله. و به هر صورت ما راجع به گذشتم صحبت کردیم. خط و خطا و فساد و ظلم و همه چی. خب خیلی مؤثره. گفتیم دیگه تکرار نخواهد شد. و حالا از شما میخواستن که هر نفوذی که دارین آخوندا اینا بگید که آقا شما خود ساکت بشینید دیگه. بله بنده بخواد همین وقتی با اجازه عوضت این کار بنده میکنم شروعم کردم که یکی یکی ببینم جمعشون بکنم که واقعا ببینیم که حداقل توافق چی میکنن. پس از شما انتظار دارم که بله میتونید از چون تا کوشیدن به همین راه بوده. بسیار. این نوت خیلی به موقع بوده. بسیار. پس دام گوش بدید. بله حتما. بعد از اعترافنامه محمد رضا اولین کار دولت نظامی حل مشکل اعتصاب کارکنان نفت بود. به طور که اطلاع دارید یکی از منابع درآمد این کشور نفت و مشتقات اونه، ولی متاسفانه از موقعی که اعتصابات شروع شد بر حسب تعدادی که در حال اعتصاب بودن این مقدار رو به کاهش رفت. درآمد نفتی صفر و دولت فلج شده بود. نمیدونی چه ضرری به این اعتصابات رفت به این مملکت وارد آورده و به فرد ملت ایران. عظمتش بعداً معلوم میشه. الان هنوز دسترنج این کارگرا و کارمندان شریف صنعت نفت پیش من و شما هست، در نزد توده مردم هست، ولی با این اعتصابات اگر خدایی نکرده که قطع دارم بعد از امشبی ادامه نخواهد پیدا کرد، چون به عظمتش پی بردن، به جنایتی که میشه به فرد ملت ایران پی بردن. شما 6 ماه بعد ببینید که یک ملت فقیر بیچاره اون وقت
موضوع اوپک رو از من سوال میکنید؟ من در اوپک چی بگم؟ نظامیان سران اعتصاب را دستگیر و بقیه کارگران را تهدید به اخراج کردند. بنابراین دستور داده شد که اینا رو اصلا طرد کنن و بعدم از مجلسین که این اجازه رو گرفتیم به کلی از دستگاه دولت اخراجش میکنن. همزمان دولت 1126 زندانی سیاسی را آزاد کرد. بستگان زندانیان پس از سالها فراق جگرگوشگان خیش را در آغوش گرفتند. دولت برای بازرسی از وضعیت بنیاد پهلوی کمیسیونی تشکیل داد. حزب رستاخیز را منحل کرد. بیشتر استانداران برکنار شدند. 132 رجل دولت از دوره‌های گذشته از جمله رئیس سابق ساواک نصیری، نخست وزیر سابق هویدا، وزیر سابق اطلاعات و جهانگردی داریوش همایون، وزیر مشاور سابق منوچهر آزمون، ما بر زمینه قبول یا عدم قبول شاهنشاهی ایران و این زیربنای مقدس بحثی نداریم. به جرم‌های مختلف بازداشت و زندانی شدند. قرارداد خرید تسلیحاتی 4 میلیارد دلاری لغو شد. کارمندان کم درآمد از مالیات معاف شدند. دولت خواسته‌های اقتصادی اعتصابگران را قبول کرد. محمد رضا هم در ادامه ترمیم چهره مذهبیش فرح را به کربلا فرستاد. دولت اعلام کرد همه تبعیدیان خارج از کشور از جمله امام خمینی می‌توانند به ایران بیایند. امام اما هر سازشی را رد و اعلام کرد مردم تا وقتی این سلطنت منفور را به زباله‌دان تاریخ نیفکندند از پای ننشینند. وقتی از امام درباره جایگزین احتمالی سلطنت پرسیدند، امام نخستین بار از یک جمهوری اسلامی سخن گفت. چه فکری کردید برای آینده مملکتتون؟ چه نظامی رو میخواهید جایگزین این نظامی بکنید که براش 15 سال دارید تلاش میکنید برای استقلالش؟ ما نظام شاهنشاهی را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است که تفصیلش را گفتم سابقا برای اشخاص، اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین برود. البته با رفراندومی که خواهد شد و به مجرد اینکه اون نظام به هم بخوره جانشین او را ما داریم و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام، این جایگزین حکومت سلطنتی فعلی میشه. با شروع محرم هم حکومت و هم مردم می‌دانستند جریان انقلاب تندتر خواهد شد. مردم آماده‌اند برای شنیدن مطالب حق و الان مطلب حق ما همین قضیه است که پیش داریم که آزادی و استقلال و ماه محرم را من امر کردم که راجع به این مسائل صحبت بکنند و مجالس داشته باشند و اگر چنانچه منع کردند اونها بریزند در خیابانها و تظاهر کنند تا چه بشه. حکومت نظامی از اول محرم با حضور شبانه مردم در خیابانها شکست. درگیری 3 روز اول محرم شدید بود و جمعاً 700 نفر تلفات داشت. در قزوین 135 نفر زیر تانک جان دادند. در یک گردهمایی مذهبی در مشهد 200 نفر عمدتاً دانش آموزان دبیرستانی بر اثر تیراندازی از پا درآمدند. معلوم بود تاسوعا و عاشورا 19 و 20 آذر وضعیت حتی وخیم‌تر خواهد شد.
جلسه شورای امنیت 13 آذر تشکیل شد. عاشورا برای دولت تهدید بزرگی بود. روز عاشورا و تاسوعا یا خون ببینن یک سرباز زنده نمیذارن بکنن. رده اول که شما بزنید خون ببینن، بقیه روز عاشورا هم هست، یابوسه میگن، تفنگ هم میگیرن، همه رو میشتارن. میدانستند از یک شنبه تاسوعا راهپیمایی بزرگ شروع خواهد شد. روز یک شنبه مسلماً در تهران میخواهند راهپیمایی بکنن. بنده اطلاع دارم که مسلماً میخواهند این کار را بکنن. فهمیده بودند که مسئله مرگ و زندگی بود. ما الان مواجهه با چی هستیم؟ مواجهه با مرگ یا زندگی هستیم. اینو فراموش نکنید. برای نگه داشتن مردم در خانه به بخش کارتون، حیات وحش و فوتبال از تلویزیون هم فکر کرد. بهتره فیلم کودکان یا اون فیلم هایی که یا فوتبال یا چیزهای دیگری که اسرار خلقت هم ماهی‌ها رو نشون میدادن، اونا چیز بدی نیست میذاریم. نگران بودند که روحانیان مخالف آنان را به عنوان نامسلمان معرفی کنند و می‌خواستند راه چاره‌ای پیدا کنند. وقتی که می‌گویند این طبقه‌ای که در مقابل ما هستند اینها مسلمان نیستند، باید به استناد قرآن حرف بیاد در رادیو بگوید که این گفتی فلان واعظ در بالای منبر میگوید یا فلان شخص اصرار می‌کند، این مغایر با نص صحیح قرآن است. این دلیل. به نظر حاضرین با مخالفان خیلی نرم برخورد شده بود و حالا وقت خشونت بود. اگر واقعا آدم باید بشینه تماشا کنه یا هر کاری میخواد بکنه، اون یه مسئله دیگه نیست. ولی باید با قاطعیت گفت که خواهیم کوبید، خواهیم زد و پشت سرشان میبینن که خواهیم زد. میخواستن کارکنانی که قطع برق میکنند اعدام شوند. برق تیم ساخاش ما همون تصمیم که 2 هفته پیشتر گرفتیم. من واقعا انتظار داشتم اقلا 2-3 تا معذر رضای خدا اینا رو ما داد، من حتی گفتم داد بزنن که بارون نکنن که مردم ببینن. بحث 15 خرداد هم وسط کشیده شد. میگفتند باید مثل آن روزها برخورد کرد. یک نفر از وقتی فرمانداری تشکیل‌های تیرباران نشد، تغییر جنوب شهر به زنهار در آورد و 15 خرداد تغییر رو انداخت. میدونن که همه اطلاع بعد دیگه اولین کسی رفت دادگاه تشکیل شد، اعدامش کرد. بحث امام خمینی هم شد. اطلاعات وزیر خارجه از پاریس بسیار موسک بود. و چنان صادق قطبزاده خمینی رو اداره کرده که اصلا خود خمینی بدون مشورت با او هیچ اقدامی نمی‌کنه. ما اینا رو همه رو میدونیم. وزیر خارجه به کشتار مسجد گوهرشاد در دوران رضاخان به عنوان یک نمونه موفق اشاره کرد. فراموش نفرمایید ما گرفتاری هامون با آخوندها، با مذهبیون تازگی نداره. فراموش نفرمایید که در زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر چه اتفاقاتی افتاد. در همین صحن مشهد 350 نفر یا 300 نفر رو به مسلسل بستن. در مسجد گوهرشاد مگر در قم چی شد؟ در قم بی احترامی کردن، اعلیحضرت رضا شاه رفت اونجا خودش با شلاق چکمارم از پاش در نیاورد، رفت تو سم. یکی پیشنهاد داد سران مخالفین را قبل از تاسوعا و عاشورا بگیرن و بعد آزاد کنن. برای ایام عاشورا 10,000 نفر این جلویت بگیرید، روز 15 محرم هم ولشون کنید. سربازان و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی، اما کاری که دولت اشاره کرد در نهایت برعکس بود. در آستانه تاسوعا دستور آزادی 470 زندانی سیاسی را صادر کرد. حکومت نظامی را برداشت و قبول کرد در ازای حفظ آرامش همه شهرها مراسم عزاداری محرم برگزار کنند. در راهپیمایی تاسوعا 19 آذر بیش از 500,000 نفر آمدند. گزارش‌های آن روز محمد رضا را نگران کرد. نه فقط کارگران و حاشیه نشینان و قشر مذهبی، بلکه طبقه متوسط به بالای جامعه هم که پشتوانه اصلی محمد رضا بودند به خیابان آمده بودند. روز عاشورا 20 آذر شخصا سوار هلیکوپتر شد و صحنه را دید.
طبقه مرفه هم واقعا از او برگشته بودند. رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه که دوست شاه بود مخفیانه به ایران آمد تا از محمد رضا بپرسد با امام خمینی چه بکند. محمد رضا ترجیح میداد که امام در فرانسه بماند و به کشوری مثل سوریه که دولتش مخالف شاه بود نرود. رئیس اطلاعات فرانسه خلاصه حال محمد رضا را برای رئیس جمهور فرانسه ژیسکار دستن اینطور توصیف کرد: شاه لویی 16 شده. لویی 16 پادشاهی بود که در انقلاب فرانسه از بین رفت. رئیس جمهور که این را شنید گفت پس کارش تمام است. 5 دی 1357 تحسن استادان دانشگاه در خیابان ویلا با تیراندازی مأموران روبرو شد. یکی از استادان جوان دانشگاه پلی‌تکنیک کامران نجات اللهی کشته شد. این خبر دوباره خشم دانشجویان را شعله‌ور کرد. واکنش‌هایی که به وقایع 13 آبان رخ داده بود دوباره تکرار شد. با شدت گرفتن تظاهرات در بیمارستان پهلوی، محل نگهداری جنازه نجات اللهی کریم سنجابی رهبر جبهه ملی علنا از نظام جمهوری به جای سلطنت صحبت کرد. دانشجویان هم در دانشگاه تحصن کردند و از آنجا با نوفل شاتو در تماس بودند. محمد رضا که خبر را شنید با وحشت دوباره به منزل نخست وزیر سابق امینی زنگ زد. بله، منزل امینی کشدارم جناب عالی کاخ نیاوران رو بود. بله بفرمایید صحبت. کی میخوان صحبت کنن؟ شاهنشاه صحبت می‌کنه. بله بله. الو قربون سلامت. سلام. گوشوز رو مبارک تو شاهنشاه صحبت می‌کنه. صحبت بفرمایید. الو ترجمه از می‌کنم. بخیر. شنیدید که سنجابی صحبت از جمهوری دموکراتیک چیز ایران کرده دیروز؟ نه اون نخیر. خب چیکار کنیم در این صورت؟ اون بخلاف قانونه. این تحسن در دانشگاه که از اونم بدتره. نه لازم خاصی میشه میرم بیرون. خیلی مهم نیست. چرا اونجا رو مرکز دادن، تلفن دارن، مرکز دارن، همه چی دارن، به پاریس تلفن میزنن، پیش خدمت دارن. و ستاد عملیاتیشون شده دیگه. خب به قطعش که بود قطع کنه. برق و تلفن اینا رو قطع. بله. که دیگه اشکالی نداره. نه خیلی وزن نداره. اشکال نداره. تحمل نمیشه کرد. عجب. مثلا ما داریم آب میشیم و توی خیابونام که دیگه هر روز اینا بله اصلا رفتیم بدون اینکه با آبرو هم رفته باشیم. من مثل پیر زنان. نه خیلی خیلی خواهی چیزی بود بعد باید به شما چای مبارکم باشه. محمد رضا تصمیمش را گرفته بود. وقتی مقدم رئیس ساواک به منزل شاپور بختیار از اعضای جبهه ملی زنگ زد، بختیار فکر میکرد ساواک قصد بازداشت او را دارد. اما موضوع دیگری بود. بختیار از شخصیت‌های رده یک جبهه ملی نبود. در این حال در ایران نیز چهره کمتر شناخته شده ای بود. با امید میرفت با غیاب شاه و نخست وزیری او خشم مردم کم شود. شاید به خاطر عضویت بختیار به جبهه ملی آن جبهه هم دست از مخالفت بر می داشت. مذاکرات بختیار با شاه به خوبی پیش رفت. محمد رضا می‌خواست از ایران برود و بختیار هم موافق بود. کمی بعد خبر آمد که ژنرال اصحاری دچار مشکل قلبی شده، یا لااقل اینطور وانمود کرده. متاسفانه با این وضعیت که الان من دارم بدیهی است اونطوری که ملت میخواد ما نمیتونم کاری بکنم. محمد رضا هم تصمیم تازه‌اش را عملی کرد. روز 9 دی حکم نخست وزیری شاپور بختیار را امضا کرد. شرایطی که هست در مملکت مسلماً خستگی به من دست داده و احتیاجی به استراحت دارم که اگر این استراحت در مملکت یعنی خارج از ایران باشد خب مطابق قانون اساسی و یا سنت ها در غیاب ما یه شورای سلطنتی خواهد بود که قانون اساسی ما به قوت و استحکام خودش ادامه داشته باشد.
محمد رضا از طوفان دور شده بود و حالا کار را به نخست وزیری سپرده بود که خود را مرغ طوفان معرفی می کرد. من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان، موجم نه آن موجی که از دریا گریزد. بختیار بعد از نخست وزیری در اولین جلسه شورای امنیت کشور با حضور قره‌باقی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران، مقدم رئیس ساواک و عده دیگر به 2 روز مهم از روزهای آینده اشاره کرد. روز اول روز رفتن شاه که از فرط حساسیت روی آن اسم رمز گذاشته بودند، روز ره. روز دوم روز اربعین حسینی. این 2 روز روزهایی بود که احتمال می‌رفت تظاهرات بزرگی صورت بگیرد. پس روز ره رو ما تکلیفش روشن کنیم، میتوانیم بگوییم این الگویی خواهد بود برای روز اربعین در این حدودا. اربعین آسان‌تر. الحمدلله. پس دیگه پس ما مشکلی که حل کنیم، پس اون خود به خود حل خواهد شد. اربعین میتوانم از حالا به جناب عالی بگویم با کمک تیمسار، با تماسی که با طالقانی و بازرگان اینا میتوانیم. در آن جلسه نگرانی بختیار بازگشت امام خمینی و اعلام جمهوری اسلامی بود. بختیار تصور نمی‌کرد که امام به این زودی به ایران بیاید. مسئله دوم پروبلم آقای خمینیه که آیا میاد یا نمیاد. اینم یه مسئله است که برعکس اون که اینقدر در عکس اون که اینقدر می نویسند و میگویند در روزنامه ها، من گمان نمی کنم به این زودی ایشون بیاد. با این حال بختیار نمی توانست نگرانیش را از این احتمال پنهان کند. این مسئله خمینی را هم باید شما جزء معادله بیارید. نمی توانید که بگید که حتما نمیاد یا حتما آوردیم. مهمترین بحث جلسه نگرانی از اعلام جمهوری اسلامی بود. من از اون اشخاصی هستم که اگر آقای خمینی تشریف بیارند حاضرم به ایشون احترام بگذارم، ولی اگه ایشون اعلان حکومت جمهوری کرد، بنده نه همکاری میکنم بلکه شماعت میکنم. مشکل بعدی روز اربعین بود. قره‌باقی از نگرانی‌هایش درباره سربازان گفت. واقعا احساس خطر میکنم. یعنی شب، روز، خواب، وقت، بی وقت، گاهی هیچ وقت برای من پیش نیامده بود که وسط صحبتم مطلب رو یه مرتبه یادم بره. ولی این 2 روز هست که پیش میاد گاهی دارم صحبت میکنم جناب عالی، یه مرتبه مطلب یه جاش یادم میره و این نیست جز نگرانی نیروهای مسلح. این نگرانی از یعنی دو جنبه داره، یه جنبه نگرانی دارید از بابت این خودمون از خودتون، یعنی ارتش متلاشی بشه. بله، یعنی به حدی رسیده است، نه متلاشی بشه به اون حدی که شما میفرمایید، ولی این نفرات ما نفرات وظیفه هستند. فقط صحبت از نفرات میفرمایید. خب از رده سلطانتون، سرگردتون مطمئنی؟ نمیتونم بگویم من 100% مطمئن هستم. یعنی مطمئن بودیم، ولی در ظرف این 4 ماه و خورده‌ای ما به دست خودمون خرابش کردیم. هی گذاشتیم جلوش، به مقدساتش فحش دادیم، گفتیم حرف نزن. سپهبد مقدم رئیس ساواک شاکی از وضعیتی که به اینجا رسیده، فساد اقتصادی برخی از مسئولین را عامل این وضعیت دانست. توی این مملکت این همه فساد بود در وزارتخونه ها، هنوزم هست. این همه بردن، فقط تنها جایی که تصفیه شد ارتش بود. وزیر وقت خارجه که در جلسه حاضر بود به نقل از محمد رضا گفت که آمریکا و غرب برای ایران ارزشی قائل نیستند. امریکایی را عوضه دربارش گفتن این امریکایی فقط مال برای نفتمون میخوان و موقعیت استراتژیکی بود و هیچ به استقلال ما اهمیت نمیدن. انگلیس هم همینه، فرانسه هم همینه. منتها بعضی وقتا
منافع اونا منافع او هم تطبیق میکنه، یه چیزایی میگن که برای ما خوشاینده. یکی از برنامه‌ها برنامه دستگیری همه سران اصلی در آن روز بود.